خدایا طبق چی به بهشت برم به جهنم نرم؟ سلام رفقای عزیز، خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. تو ویدیوی قبلی از اثبات وجود خدا گفتیم و اینکه در جهان هستی پر شده از نشانه‌هایی برای افرادی که بیاندیشن. امروز میخوایم ببینیم صرف این که ما بدونیم خدایی هست کافیه یا نه چیزهایی در پی داره. اینکه خدا اصلا چرا انسان رو خلق کرده، هدف زندگی انسان چیه، چرا به انسان گفته اشرف مخلوقات، آیا انسان به ذات اشرف مخلوقاته؟ مثلا ترامپ و نتانیاهوی دلقک اشرف مخلوقاتن؟ اینا اشرف کدوم مخلوقات؟ میخوام درباره این مسائل با هم صحبت کنیم. خب رفقا، ما میدونیم که خداوند انسان رو خلق کرده، یه سری ابزار هم بهش داده. مثل چی؟ مثل عقل، مثل اختیار و مثل روح خودش. با این ابزار خداوند به انسان فرموده که جایگاه تو اشرف مخلوقات شدن است، نه اینکه به ذات اشرف مخلوقات بشه. اگر اجازه بدید اینجا رو یکم ریز بشیم چون باهاش در ادامه بحث خیلی کار داریم. خب خدا رفقا چند تا مخلوق داره؟ خیلی. ما با چند تاش کار داریم؟ ما با 3 دستش الان کار داریم: فرشتگان، حیوان و انسان. فرشتگان ویژگیشون چیه؟ اینا عقل کامل دارن، شهوت و غضب و هواهای نفسانی که ماها داریم ندارن، در نتیجه همیشه مطیع خدا هستند و مقامشون ثابته، یعنی صعود و نزول ندارن. حیوان چگونه است؟ حیوانات غلبه غرایز طبیعی دارن، مثل خوردن، خوابیدن، بقا، تولید مثل و قس الهذا. عقل محدود به رفع نیازهای مادی دارن، یعنی تعقل کامل و کلی ندارن که بتونن تدبیر کنن. مثلا در محدوده غرایز ثابتن و رشد معنوی ندارن. مثلا شما تا حالا یه خرس رو ندیدی که همینطور که داره عسل میخوره به این فکر کنه که من چرا اینجا هستم، چرا خلق شدم، هستی چگونه است؟ همچین سوالی خرس از خودش نمیپرسه. انسان جمع دو گونه قبلی تقریبا، یعنی عقل و اختیار به مراتب کاملتر از حیوانات داره و از اون سمت غرایز و هواهای نفسانی هم داره. با این ویژگی که داره میتونه از فرشتگان بالاتر بره و بشه اشرف مخلوقات، یا از حیوان هم پایینتر بیاد و پستر بشه. میگه اولئک کالانعام بل هم اضل. پس وقتی انسان به اسارت شهوات و غریزه در بیاد از حیوان پستره، چرا که حیوان عقل نداره، یعنی عقل به این معنا نداره. اگر عقل و ایمانش غلبه کنه بر هواهای نفسانیش از فرشتگان بالاتر میره، چرا که اونا ابزار خطا و گناه رو ندارن ولی ما داریم. اینجا ما پرانتز رو ببندیم. خب این خدای بزرگ، این خدای عادل، این خدای حکیم 2 تا چیز دیگه هم خلق کرده برای زندگی پس از مرگ این انسان: بهشت و جهنم. و به انسان فرموده که تو باید به بهشت بری و به جهنم نری. سوالی که پیش میاد اینه: خب خدایا طبق چی به بهشت برم به جهنم نرم؟ یه چیزی میخواد اینجا، یه سنجه، یه پروتکلی، یه معیاری میخواد، یک بایدها و نبایدهایی میخواد. این بایدها و نبایدها چی هستند؟ آفرین، دین. اگر دین نباشه عدل خدا اصلا میره زیر سوال. ما وقتی به ما نگفتی از کدام سمت برویم، چگونه باید به سمت بهشت برویم به سمت جهنم نرویم؟
پس حتما دینی، اگر خدایی هست حتما باید دینی باشد. دین آن طرح الهی و پلن صحیحی است که خداوند برای هدایت بشر فرستاده، از طریق پیامبران و کتب الهی برای ما فرستاده اومد، که اگر نفرستاده بود بهشت و جهنم بی‌معنا میشد. فرض کنید انسان کشتی است و جهان هستی دریا. دین آن قطب نماست، آن GPS است، آن نقشه الهی است که به ما کمک میکند از این امواج پرتلاطم به سلامت عبور کنیم و به مقصد برسیم. بله میتونی بگی من نمیخوام دینو، میتونی قبولش نکنی، ما داریم که میگه لا اکراه فی الدین، اما این ریسک رو قبول کردی که با هر باد، با هر موج به یک سمتی کشیده بشی. اون کشتیبانی که به قطب نماش نگاه نکنه، به نقشه نگاه نکنه، به GPS نگاه نکنه، خودش سرگشته میشه تو دریا، خودش گم میشه و تقریبا محاله که به مقصد برسه. آقای گل اینم بهتون بگم که ما یک ظرف محدودی از زمان داریم و همینطور سرمایه. ما نمیتونیم همه چیز رو تجربه کنیم، هیچ کس نمیتونه، اصلا عمرمون کفاف نمیده. و اینم باز باید اشاره بکنم که ما فقط یک بار فرصت زندگی داریم، فقط یک بار. میخوای اون یه بار رو طبق پلن کی بری جلو؟ طبق پلن خودت، با این عقلی که ضریب خطا داره، محدودیت داره. عقل ما نمیتواند تمام مسیرهای سعادت و شقاوت را برای ما تعیین کند. یک چیزی میخواد، یک نقشه کلی میخواد، به اون احتیاج داره که بتونه طبق اون نقشه حالا مسیری که سر راهش هست رو بهتر انتخاب بکنه. پس به نفع خود ماست که دین خدا رو بشناسیم و ازش پیروی کنیم، چون خدایی نکرده ممکنه در همین کشاکش بادها و طوفانها در این دریا وقتمون تموم شه، عمرمون تلف شه. کدوم کسی گارانتی داره که فردا رو حتما میبینه؟ هیچ کس. پیامبر ما فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتة جاهلیه. هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده و این خیلی خطرناکه. این که من میگم رو به عنوان برادر کوچیکترت بهش فکر کن. هر جای مسیر زندگی که هستی یه لحظه صبر کن، یه نگاه پشت سرت بنداز، یه نگاه به خطاهات، آنچه کرده ای، یه نگاه به روبرو بنداز، ببین مسیر روشنه، چجوری شرایط، داری درست میری. این که ضرر نداره، این که یک بازنگری ما انجام بدیم تو زندگی. من میدونم رفقا 1000 تا مشکل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داریم، هممون داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، اما نکتهش اینه که در همین شرایط هم عمر ما در حال گذار است و در حال گذر است. میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. نمیدونم چقدر به این ضرب المثل شعر چیه دقت کردیم. امروزی که من و شما گذروندیم دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه، تموم شد، بلیتش سوخت. مثل اینکه شما لب یک جوی نشستی در نقطه A، یک آبی داره عبور میکنه در هر ثانیه. اون آبی که از اونجا عبور میکنه دیگه هیچ وقت به اون نقطه بر نمیگرده. پس در تمام این شرایطی که ما داخلش هستیم دلیل نمیشه که ما یه نگاهی به مسیر زندگیمون نندازیم. این که بگی وقت نداریم، درگیریم، مشکل داریم، چیزی رو عوض نمیکنه. بهتره یکم از اینستاگردیامون 80-90 قسمت عشق ابدی دیدنمون بزنیم و به چیزی توجه کنیم و براش وقت بذاریم که شاید مهمترین چیز در مسیر زندگیمون باشه. این که ما بدونیم کجا میخوایم بریم.
این میتونه تعیین کننده سرنوشت ما باشه. اگر این حرفا حسی و درونت ایجاد کرد، سوالی رو درونت برانگیخت، به این راحتی رهاش نکن. خلاصه که همیشه رود با خود میوه غلطان نخواهد داشت. به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت. مال و ثروت و زیبایی و سیکس پک و پورشه و پنت هاوس اینا بد نیستن رفقا، اما شأنیت اینو ندارن که هدف زندگی انسانی باشد که مقامش اشرف مخلوقات شدن است، خلیفت اللهی است. چرا؟ چون اینا فانی هن، از بین میرن، با یه بیماری، با یه دزدی به یک شب بندن، با مرگ. هیچ کس نمیتونه فرار کنه رفقا از مرگ. میگه کل نفس ذائقة الموت. تموم میشن، از هم میپاشن. انشالله به دنبال اهدافی باشید، هدفی باشید که ابدی است و شأن شما رو حفظ میکنه. انشالله در ادامه مسیرمون تو ویدیوهای آینده درباره ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام برنامه میسازیم و دربارهشون صحبت میکنیم تا مسیرمون روشن‌تر بشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین ویدیو رو دیدین. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه که خیلی به من کمک میکنه. انتقاد، پیشنهاد، خیلی مخلصیم. التماس دعا یا علی مدد.